آماده شیم که بتر کنیم امروز کلی برنامه است. براتون تعریف کنم. چرا ببین کدوی جدید یه دونم اینجاست، ببینینش. ای خدا خوش اومدین کدوهای جدید. هوا چقدر خوشگل ابری شده، چه باد خنکی، به به. خوش میگذره بذارن. گردالیو داره کیف میکنه. یک صحنه جذاب. گردالیو این پایینه و اما اون بالا. هنوز با هم دیدار نکردن. از کجا شروع کنیم؟ اول اینجا رو خالی کنم. کاش دستکش میپوشیدم. آره باید دستکش بپوشم. هر چی میگردم دستکش کار رو پیدا نمی کنم. مجبورم با این دستکش رو کار کنم. اینجا رو ببین. اینجا رو. اینو من درست کرده بودم قبلا واسه کافه. خوشگله. حیف که کلی گره خورده خراب شده. اینجا رو ببین. استاد شجریان. آخه عزیزم، استاد عزیز، روحت در آرامش باشه استاد جان. دوستش دارم. سلام. جهت استراحت انجیر میچینیم. درختمون یه کوچولو خسته است. جدیدن خیلی کم انجیر میده، ولی خب بگردی میشه پیدا کرد. حالا بگردیم ببینیم پیدا میشه. همین که اومدم زیرش شروع شد. پیدا کردم. برم دستگاه مخصوصه رو بیارم. گفتم که هوا ابری شده. یه قسمتی از آسمون ابرا رفتن کنار، بعد نور خورشید از لای ابرا اومده بیرون. بذار بهت نشون بدم. اینجا رو ببین. اینجا رو خدای من. میبینی ابرای سیاه، بعد وسطش یه جا کنار رفته اینجوری نور اومده بیرون. ای خدا چقدر زیباست. خیلی زیباست. بریم لای فرفریای کدو. بچه‌ها رضا جون رنگو خریده. الان تماس گرفت بهم، گفتش که رنگو خرید، رنگ آبی. من همونطور که گفتم صاف و صوفش کردم، یکم آمادهش کردم. این هم قراره اینجا جاسازی بشه، قشنگ درست حسابی که گل بپیچه دورش رو بره بالا. قبل از آماده شدن حوض خوشگل آبی
اینجا پاره شد پلاستیک. اینجا این پلاستیک پاره شد.